خیس‌ها بدنی پوشیده از خز دارند و به خاطر پنجه‌های فوق‌العاده‌شان شناخته شده‌اند. برخی خیس‌ها علامه واضحی در اطراف چشم و سینه‌شان دارند که آنها را از سایر گونه‌ها متمایز می‌کند. همه خیس‌ها حس بویایی، شنوایی و بینایی فوق‌العاده‌ای دارند و در اغلب موارد هنگام نزدیک شدن انسان‌ها تنها با شنیدن صدا و حس کردن بو، حتی اگر آنها را هم نبینند، متوجه شده و فرار می‌کنند. وزن خیس‌ها با توجه به نوع آنها متفاوت است، اما نکته جالب اینجاست که خیس گرده‌ای برخلاف ظاهر بزرگش حیوان خیلی سریعی است. یعنی به طور متوسط این حیوان می‌تواند 48 کیلومتر بر ساعت بدود. پس هر وقت که خیس گرده جلو شما ظاهر شد، به جای اینکه فرار کنید، حتما سعی کنید مخفی بشید. ادامه ویدیو در کارت‌های بعدی.